خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان درباره آشکار شدن دو مورد کوشش قاچاق شماره زیاد چهارراه خرد از تاجیکستان به قرقیزستان خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد روز 12 اپریل سال 2022 در موضع مرزی میتی در جماعت قلونده نویه لیلک با اتهام قاچاق 99 سر گوسفند از تاجیکستان به قرقیزستان شهروند قرقیزستان دستگیر شد. بنا به حسابهای شعبه بادکندی پالات سودای صنعت قرقیزستان ارزش این 99 سر گوسفند 1,426,000 سومون یا نزدیک 18,000 دلار تشکیل می‌دهد. همین طور بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 27 اپریل در موضع صده امین جماعت قلوندو شهروند قرقیز هنگام کوشش با روی قاچاق از تاجیکستان به قرقیزستان گذرانیدن 258 سر گوسفند دستگیر شد. پالات سودای صنعت ارزش این چهارراه قاچاقی را 2,569,500 سوم یا بیش از 32,000 دلار برآورد کرده است. در رابطه به هر دو مورد کوشش قاچاق چهارراه از تاجیکستان بر اساس ماده 231 کودکس جنایتی قرقیزستان با اتهام قاچاق اقتصادی پرونده جنایتی گشودند. جماعت قلوندو با جماعت افچ قلچه نویه باباجان غفورف ولایت سوغد تاجیکستان همسرحد می باشد. قرقیزستان مرزش با تاجیکستان را از 20 مای سال 2021 بلافاصله بعد از زدخوردهای خونین در مرز این دو کشور برای رفع ساکنان ماشین ها بست و انتقال محصولات نیز بین دو کشور رسما منع شده است. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضا به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. در یک سال اخیر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 59 نفر کشته شده، حدود 270 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.